من اینجا یک محدوده دارم دیگه، بهش میگن رنج. خب من میخوام کل این رو یهویی انتخاب کنم. میتونم با این کار انتخاب کنم. کنترل A کل این محدوده رو انتخاب میکنه، چون به هم پیوسته هستن، وصلن دیگه، یه جورایی از بغل و بالا و پایین و اینها به هم دیگه وصل هستن. اما اگر ببینید این دیتا با فاصله اینجا بیفته، این کنترل A بزنم، دیگه این انتخاب نمیشه، مگر اینکه بیاد اینجا از لحاظ مرزی به این عدد بچسبه. ببینید کنترل A این رو هم انتخاب کرد. خب یه میانبر دیگه داریم. ببینید کنترل A رو یه بار بزنی اینها رو انتخاب میکنه، یه بار دیگه هم بزنید کل اکسل رو انتخاب میکنه. اما اگر کنترل شیفت ستاره رو بزنید، هر چند بارم بزنید، فقط این محدوده‌ای که داخلش کلیک کردید رو انتخاب میکنه. خب یه نکته رو اینجا بهتون بگم بچه‌ها، بعضی جاها من کنترل شیفت و یه عددی رو میزنم. اگر شما لپتاپ کامپیوترتون ماشین حسابیه، یعنی یه سمتی اعداد رو به صورت ماشین حساب داره، یه سمتی هم اون بالا داره، شما میتونید بدون گرفتن شیفت این کارو بکنید، یعنی کنترل ستاره رو بزنید کل این محدوده رو انتخاب میکنه. برای من چون از اون اعداد کنار کیبورد ندارم، مجبورم شیفت رو هم بگیرم، کنترل شیفت ستاره، یا به جای کنترل مثبت باید کنترل شیفت مثبت رو بزنم. پس به این دقت کنید. خب یه تکنیک دیگه چیه؟ مثلا من این مبالغ رو میخوام در جاهای مختلف آدرس بدم. آدرس داره دیگه، ببینید اینجا آدرس داره، مثلا سلول G2 تا G16 هست دیگه، این محدوده. من نمیخوام هر بار مثلا اینجا میام جمع بزنم سام، هر بار نمیخوام اینجا بکشم انتخاب کنم یا دستی بنویسم G2 تا G16 تا جمعش رو به اینجا برام بیاره. میام یه کاری میکنم، این محدوده رو انتخاب میکنم، میام توی این نیم باکسه مینویسم مثلا چی، هر اسمی، مبلغ. خب مبلغ رو زدم. حالا من اینجا میام مینویسم سام، مب رو بزنم فورین رو میاره، دابل کلیک اینتر. یا اصلا برم یه شیت دیگه، اینجا میتونم بگم که اوریج یا سام یا هر چیزی، مبلغ رو بنویسم اون رو میاره دیگه. لازم نیست برم از اون شیت اون محدوده رو انتخاب کنم، از همین ورم میتونستم کارم رو انجام بدم. مورد بعدی پرینت بخش دلخواه و پرینت بدون نمودار و اشکال. مثلا من میخوام اینها رو پرینت کنم بدون اینکه مبالغ پرینت بشه. در حالت عادی من اگر کنترل پی رو بزنم که میانبر پرینت هست، ببینید که همه چی رو با هم پرینت میکنه. اما فقط میخوام اینا پرینت بشه. چیکار کنم؟ کنترل پی رو، اینها رو انتخاب میکنم، اینا رو انتخاب میکنم، کنترل پی رو میزنم، بازم که وضع همونه. اما نه، بیایید اینجا ببینید از ستینگ اینجا بگید که فقط اونجایی که من انتخاب کردم رو پرینت کن. ببین الان دیگه مبالغ پرینت نمیشه. خب حالا من محدوده رو انتخاب میکنم، با آلت F1 یک نمودار براش رسم میکنم. خب اینم نمودار من. حالا من میخوام چیکار کنم؟ این دیتام رو پرینت کنم، اما همونطور که میبینید این نموداره میفته روی دیتای من. خب من نیاز ندارم توی پرینتم بیفته. چیکار کنم؟ مخصوصا توی داشبورد سازی من میخوام داشبوردم نیفته ولی دیتام رو پرینت کنم. خب روی نمودار کلیک کنید یا دابل کلیک کنید، خب یا اینکه راست کلیک فرمت چارت ایریا رو بزنید. خب این پنجره براتون باز میشه. از اینجا بیایید این گزینه سایز اند پروپرتیز رو انتخاب کنید. توی قسمت پروپرتیز بهش بگید که آقا توی پرینت نمیخوام بیفتی، تیک پرینت رو بردار. حالا کنترل پی رو بزنم، دیگه نمودار من پرینت نمیشه. یه چیز دیگه بهتون بگم، شاید شما نیاز داشته باشید نمودار رو تو یک صفحه تمام صفحه پرینت کنید. اون موقع چیکار میکنید؟ به این صورت عمل کنید، محدوده رو انتخاب کنید، یه دونه F11 بزنید، نمودار شما میاد تو یک صفحه جداگونه به نام، تو یک شیت جداگونه به نام چارت پرینت میشه. این هم یک نوع شیت هست. خب میتونید از اینجا نوع نمودار رو هم تغییر بدید. قرار نیست همون مدلی باشه، هر نمودار
هر مدلی که میخواید میتونه باشه و کنترل پی رو بزنید تو یک برگه فقط اینه که داره پرینت میشه، چیز دیگه پرینت نمیشه. خب بحث جداسازی متن و عدد. توی این شیت که عنوان شیت 1 هست، من اومدم اعداد رو کنار کلمه تومان نوشتم و خب همونطور که میدونید من اگر اینجا آلت مساوی رو بزنم که میانبر جمع زدن هست، میبینید که جمع نمیزنه، سام خالی افتاد. حتی من بیام انتخاب کنم ببینید جمعش رو 0 نشون میده، در حالی که من اینجا کلی مبلغ دارم. مشکل کجاست؟ مشکل این که متن و عدد داخل یک سلول باشه، اینا کلا تبدیل به متن میشن فقط. پس جمع متن هم 0. باید اینها رو جدا کنیم. چطور جدا کنیم؟ میایم اینجا محدوده رو انتخاب میکنیم، میایم توی قسمت دیتا، اینا دیتا هستن دیگه، پس میریم توی تب دیتا، میگیم که تکست تو کالم، این تکستی که اینجا هست به ستونهایی تو کالمز، به ستونهایی تقسیم کن. خب میگه باشه، میگه چه نوع تقسیمی، دلیمیتد باشه یا فیکسد وید باشه. فیکسد وید رو بریم نکست. فیکسد وید چی میگه؟ میگه اگر مطمئنی دیتا به صورت یک خطکش، اگر یک خطکش رو بذاری یه طرف خطکش اون چیزی که میخوای جدا کنی میفته، یه طرف دیگه‌ش هم اون بخش دیگه میفته، مثل همین چیزی که اینجاست. اگه مطمئن اینجوریه پس این روش رو برو. من میگم آره اینجوریه، ببین کلا تومان ها یه ور میفتن، اعداد هم یه ور. پس نکست رو میزنم. خب حالا ببینید اینجا هر کدوم سیاهه، از این قسمت میتونیم براش فرمت انتخاب کنیم. میگه اعدادی که اینجا داری فرمتش چی باشه؟ من میگم که فرمتش میخوام همون جنرال باشه، تکست که نمیخوام، تاریخ هم که نیست، همون جنرال باشه بهتره. برای این یکی هم هیچی نمیخوام چون متن دیگه، فینیش. خب ببینید خیلی ساده، خیلی سریع متن رو از اینا جدا کرد و اومد چیکار کرد؟ جمعی که 0 بود فوراً اینها رو تصحیحش کرد. پس این ابزار تکست تو کالم. خب یه روش دیگه هم داشت، میتونستیم این کارو بکنیم. بیایم اینجا بگیم چی؟ 15 میلیون رو تایپ کنیم. کنترل ای رو اگر بزنی، کنترل ای میانبر فلش فیل هست. فلش فیل یعنی چی؟ یعنی حالا چی بگم، پر کردن سریع، خودکار یا هر چیز در نظر بگیری. فلش فیل اینطوریه، از اینجا یه الگویی میگیره. الگو رو من بهش دادم، گفتم 15 میلیون الگوی تو باشه، تو این سلول نوشتم، بقیه رو هم طبق این الگو جدا کن دیگه، اون تومان رو کنارش نداشته باش. فوراً اومد این کارو کرد. این پایین اگر من آلت مساوی رو بزنم، ببینید که اینا درست جمع شدن. مرج نکن. خب من اینجا یه محدوده‌ای دارم، اطلاعات دارم داخلش. این سه تا ستون مربوط به فروشمه که میخوام این بالا بنویسم فروش، بگم اینا مربوط به فروشمه. رایج ترین کاری که بچه‌ها میکنن اینه، این سه تا رو انتخاب میکنن، از تب هوم مرجشون میکنن، یعنی این سه تا میشه یک سلول و اینجا مینویسن فروش. خب مرج کردن توی بحث فیلتر کردن، توی بحث تحلیل دیتا و همه جا مشکل آفرینه. به جای این شما میتونید چیکار کنید؟ این رو از حالت مرج در بیارید، یا توی ستاشون بنویسید فروش به این حالت. خب هر ستاشون جنسشون فروشه. یا نه این کارو بکنید، توی اولی بنویسید فروش، ستای بعد دوتای بعدی رو هم انتخاب کنید، با کنترل 1 برید توی فرمت سل، توی الاینمنت، ببینید الاینمنت، بگید که اینها رو به صورت هاریزونتال یا افقی چیکار کن؟ بیا سنتر آکرا سلکشن کن. توی محدوده‌ای که سلکت شده توی سنتر، توی وسطش قرار بده. اوکی، به همین راحتی. الان توی این وسط هیچ دیتایی وجود نداره، تو اینجاست، تو این سلول اوله که پخش میشه توی ست سلول بقیه و خب این ماجرای مرج رو برای همیشه براتون حل میکنه. مورد بعدی، دیدن همزمان یک شیت در دو پنجره. خب من اینجا شیت مرج رو دارم. خب
و فرض کنید این شیت خیلی بزرگه، من دارم رو بخشای اولیش یه سری کارایی انجام میدم و روی بخشای انتهاییشم یه سری فرمول ها می نویسم. نمیتونم که هی برم پایین برگردم بالا. پس چیکار میکنم؟ یکی از روش‌هاش اینه ها، روش‌های دیگه هم خیلی زیاد داره. میام تب ویو و حالا بذار اسپلیت رو بگم. اسپلیتش میکنم. اسپلیت این شیت من رو به 4 قسمت تقسیم کرد. عمودی که کاری باش ندارم، میگم این رو دابل کلیک میکنم روش، از بین میره. خب الان شیت من 2 تیکه شد. یکی بالاست، یکی پایینه. خب پس تو بالایی مثلا تو همین قسمت میمونم، پایینیه رو مثلا میرم پایین اینجا. یک فرمول مینویسم، میگم که مثلا سام چی؟ سام رو اینجا نوشتم، انتخابم رو از اینجا انتخاب میکنم. میبینید من 100 تا ردیف رفتم پایین بدون اینکه برگردم بالا محدوده ای رو انتخاب کنم کاری بکنم، فرمول من داره عمل میکنه. ببینید خیلی فوق العاده است اسپلیت. خب اگر اسپلیت که خورده محدود کننده است براتون، بیایید از نیو ویندو استفاده کنید. ببینید اگر نیو ویندو رو بزنید، من یه دونه ورک بوک داشتم به نام مبلغ، اینم شد مبلغ 2، یعنی ورک بوک من 2 تا شد. حالا دوباره برمیگردم تو ویو، میگم ارنج کن این 2 تا ورک بوک رو به صورت آجری، همین اولی رو بزنید اوکی. خب چون 3 تا دارم این رو که لازم ندارم. خب 3 تا داشتم به خاطر همونطوری شده بود. الان اینجا رو ببینید، تو یکی زوم کردم دارم اینجا رو نگاه میکنم، تو یکی دیگه همون شیته ولی زومش رو کوچیک کردم دارم یه کارای دیگه میکنم. میتونم از اینجا دوباره یک فرمول بنویسم، بگم سام بیا مثلا اینجا رو جمع کن. ببین من دارم انتخاب رو این ور انجام میدم ولی این ور داره محاسبات انجام میشه. این کجا به درد میخوره؟ زمانی به درد میخوره که مثلا 2 تا شیت مختلف داریم. مثلا من میخوام بگم آقا این عدد ضرب در این عدد. ببینید دیگه لازم نیست من هی شیت عوض کنم، هی از این شیت بپرم تو این شیت. این شیت مقصد اینجا کنار دستم هست، اون شیتی که فرمول می‌نویسم اینجا هست و فوراً جوابم رو میگیرم. ببینید خیلی راحت، آدرسش هم اینجا داره نشون میده که از کجا انتخاب کردم. خب من یکی رو میبندم، دوباره برمیگردم به اصل مطلب. چاپ شبکه بندی اکسل. الان میبینید دیگه من شبکه بندی دارم اینجا، ستون ها از هم جدا شدن و ردیف ها، ولی وقتی دارم پرینت میکنم سفید کچل هیچی نیست. داستان کجاست؟ داستان اینه که اینها خطوط فرضی هستن، اینا جداگانه سلول ها هستن، فرضی هن. توی چاپ نمیافتن. برای اینکه توی چاپ بیافتن ما باید بیایم توی تب پیج لیاوت. حالا چرا پیج لیاوت؟ چون داریم با چاپ کار میکنیم دیگه، کلا کارهای مربوط به چاپ توی پیج لیاوته. حالا یه جورایی میشه گفت صفحه بندی و صفحات و هر چیزی که میخواید تو ذهنتون داشته باشید. بیاید اینجا تیک پرینت رو از قسمت گرید لاینز بزنید. به این خطوط میگن گرید لاین، خطوط شبکه. اگر تیکش رو بزنید و این بار بیایید توی پرینت، ببینید خیلی قشنگ داره براتون توی نمای پرینت خطوط رو نشون میده. خب اگر این براتون جذاب نبود، با روشی که گفتم کنترل A محدوده رو انتخاب کنید، بیایید تب هوم و اینجا از قسمت بوردرز آل بوردرز رو انتخاب کنید، به همشون حاشیه میده. حالا دوباره کنترل P رو بزنم، ببینید اون بخشی که دیتا دارم بوردردار شدن. خب بخش میانبرهای ما به پایان رسید، بریم سراغ بخش دوم.